میکروفون تو خرابه، یه ذره صداش بد میاد. یه ذره بلند. اتیه رو داریم اینجا. بریم دانشگاه. چقدر بود؟ 47 تومن. بریم استاد رو پیدا کنیم. استاد همین رو یه دو تا از این لباسای بابا بذار حرفم تموم بشه حداقل. یه دو تا از این لباسای نینجایی تنمون کنیم. اون فیلمی که از من گرفت دوست ندارم، خیلی تو ذهنم بوده. بریم پس مشکل شدن. بای بای. اینجا اونم نمی‌خواد. چقدر مونده تا دانشگاه؟ 5 متر. 2 میل. A few moments later. امروز دانشگاه آمدن ثبت نام. خیلی شلوغه. تنها وسایلمو گردن کسی ننداخته. بلکه یه نفر اومد گرد وسایلش انداخت گردن منو رفت. یه دو تا تکنیک تصویر برداری من باید برم از بچه‌ها. میای دنبال فاطمه؟ عکس برداری. یا میخوای بری پیش آیدا اینا؟ نه بابا مترو کارگر. من دیگه پامو بیرون از دانشگاه نمیذارم. من میرم بلند میشیم. حرکت. یه دونه دیگه. دیگه خراب شد. میزش خراب شد. بطریش هم خراب شد. خودش هم خراب شد. دیگه میکنه. جایی هم که میبینید من داشتم به خودم تا میتونستم فوش میدادم برای اینکه چرا انقدر واحدهای زیاد برداشتم و الان باید ساعت 7:30 شب برم خونه و حتی نمیدونم چجوری قراره این همه واحد رو پاس کنم. کی میخواد اینا رو پاس کنه؟ Hey, see you tomorrow. با اینکه زودم بیدار شدیم بازم داریم دیر میرسیم. ساعت 5 دقیقه به 8. پنجره باز بود ببینید چی اومده تو خونمون. بغلش کن بغلش کن. چیزی نیست. ای والا. ببینید. نه واسه یه وقت میبینی بالش آسیب دیده. بذارش رو زمین. بکنم الو. چه ترسید. گوگلی. برو دیگه برو خونتون برو. آفرین. رفت اومنش رفت. یه تو دیگه. 2 تا سوال ازت دارم. شما واقعا این کارو کردید از قصد؟ نه. منو نگاه کن. تو چشمای من نگاه کن. راستشو بگو از قصد کار کردی؟ نه. درو از قصد باز گذاشتی؟ نه. یه کوچولو. دلم می‌خواست نگرش دارم بندازمش تو قفس. چی خوردی؟
آخر دانشگاه عجیب غریب بود. با گفتن من نمیرم من نمیام شروع شد و با رفتن همه دانشجوها سر کلاس تموم شد. و اما سر کلاس نرم افزار سلام استاد. اون که داره سرسره بازی برو اسماعیل یه دهم بخون. برو. کله بچه خانم بس کنید. خانم فیلم ندار 2 ساعت دوری رو منه. شروع. سلام. تمریناتون رو خودتون انجام میدی؟ پس کی انجام میده؟ اون میکروفون رو میکروفونتون خرابه، یه ذره صداش بد میاد. یه ذره چیکار باید بکنم؟ میدونید تمریناتون رو نشون بدید؟ تمرینات من اینا هست. ما اینجا داریم چند تا از تفسیر کنید. یه رسم کن مال خودم ببینم نوشتم. ما اینجا یه دقیقه وایس. شما مهم نیست. ببینید اینجا ما عشق داریم نقطه خط نقطه آزادی داریم نقطه خط نقطه. بله این دایره از یک عشقیه که یک عشق کوچیکی رو رفته توش ترکیب شده. این یکی رو نمیدونم ایشون کمکم کرد، این یکی هم خودشون باید توضیح بده. این یعنی آزادی. این آقای دایره این توی تاریکی بوده پریده بیرون. تو همچنان داری سرسره بازی میکنی؟ یه بار 2 بار بده دوست من بزنه. بده دوست من بزنه. دوستتون یه خسارت سنگین الان میزنه. بتمن که منم. من بتمنم. بابا نکن دیگه. من زامبی شدم. یه بار دیگه زهرا برو. اعوذ بالله این شیطان رجیم. کات کنید. دور بگید. ما قبول نداریم. اکنار برو فقط. براش کیک گرفتیم. اوکی. الان اومدیم براش عصبازی بخریم. آره از این عروسکا که جیش میکنه من پیشنهاد دادم. آره بگیریم؟ بگیریم براش. خرگوشه؟ ما نمکه. سالیوان هم خوبه. هستی جان. اصلا به قیافه‌مون توجه نکنید لطفاً. من که از اینا براش بگیریم. آتی دوست داره. خوشش میاد از اینا. خدا واقعا خوشش میاد فکر کنم. ناخوناشو نگاه چقدر خوشگله. اینم عطیه است. عطیه همراه که اینم بیاریامونه.
اینم هدیه تولده. یک دو آرزو کنم یعنی؟ نه پس یک دو سه بیا کیکشو بخوریم.